السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آقای رئیس، انتخاب جناب عالی را به ریاست 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. از سال قبل که من از این تریبون با شما سخن گفتم، جهان دستخوش تحولات مهم تلخ و شیرینی بوده است. قریب به 8 دهه پس از تأسیس سازمان ملل، اجلاس جدید مجمع عمومی در حالی آغاز می شود که جهان تحولات بی سابقه و تاریخ سازی را تجربه می کند. در این میان آنچه تضمین کننده آینده‌ای روشن برای جامعه بشری است، توجه به ارزش‌های والایی است که انسان را به سمت کمال و کرامت سوق می‌دهد. و چه چیزی بهتر از کلام پروردگار متعال که می‌تواند انسانیت و ارزش‌های تعالی بخش انسانی را تعریف کند. حضار گرامی، آقایان و خانوم‌ها، قرآن کلام خداوند و کتابی است که انسان را به عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق و حق باوری دعوت می‌کند. 3 رکن اساسی در قرآن کریم توحید، عدالت، کرامت انسانی است که تأمین کننده سعادت بشر است. مگر قرآن چه فرموده است که کینه‌های مستکبرین و ارباب قدرت و ثروت را برانگیخته است؟ قرآن می‌فرماید ای بشر، ستم و تفرقه را نپذیر. با این راهنمود میتوان جهانی از کرامت و عظمت ساخت. قرآن از وحدت بشر میگوید، به این که همه ساکنان زمین همچون خواهر و برادرند و از یک پدر و مادر. قرآن انسان را نماینده خداوند. जैसा कि आपने देखा अभी ईरान का वीडियो चला, तो अब मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उसमें मेरे को आया कि उन्होंने बोला अल्लाह सबको खुश रखे। 17th बार जो प्रेसिडेंट है वो बने हैं, तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो मतलब हमारा एक न्यू नेशनल असेंबली बनके एक तैयार हो चुका है। तो फिर उसमें बोला है कि जो क्वेरल है वो एक गॉड का वर्ड है। तो और बताया कि जैसे जो ह्यूमन या मैन वो इक्वल है, उनके करने का राइट भी एक इक्वल ही है। और बताया है कि और क्वेरन ने ये भी कहा है कि वुमेन ज़िंदगी में मतलब कि लाइफ में आगे बढ़े, बहुत कुछ मंजिलें हासिल करे। तो आज हम करेंगे एक ईरान का लिटरेचर, और ये रहा ये ब्लैंक पेज। मैं इस पे ट्रांसलेट करके लिखूँगा।
अब आप देख सकते हो मैंने ट्रांसलेट कर लिया ये। ठीक है, और ये रहा उसका लिखा हुआ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है।